هر روز او را مجبور می‌کردند با 10 زن همبستر شود بدون کوچکترین حق امتناع. اگر مخالفت می‌کرد خشم پادشاه دامنش را می‌گرفت. و بدترین بخش ماجرا این که فقط یک هوس زودگذر پادشاه نبود، بلکه یک توطئه برنامه‌ریزی شده و حساب شده. نام این مرد پرس بود، غولی سیاه چهره با قدی 2 متر و 18 سانتی متر و عضلاتی به سختی فولاد. حضورش به تنهایی هر سرباز قصر را به لرزه می‌انداخت، اما پادشاه او را نه همسط خود می‌دانست، نه حتی یک برده. او را یک سلاح می‌دید. پادشاه باور داشت که قدرت پرس کلید ساختن نیرومندترین جنگجویان خواهد بود. بنابراین پرس هیچ انتخابی نداشت. در حالی که بقیه سربازان آموزش می‌دیدند، گشت زنی می‌کردند و خود را برای جنگ آماده می‌کردند، او جز تولید مثل هیچ کاری نمی‌کرد. با گذشت زمان فرزندان پرس نیرومند، چابک و شجاع شدند. شمشیرهای تیزی که قلمروی پادشاهی را گسترش دادند. با این حال پرس همچون حیوانی در یک قفس طلایی زندگی می‌کرد. هرگز قدم به میدان جنگ نگذاشت، اما آزادیش به اندازه هر سربازی محدود بود. در سال 1958 پرس از دنیا رفت و 249 فرزند از خود بر جای گذاشت. فرزندانی که ساختار قدرت پادشاهی را برای همیشه تغییر دادند. داستان او تبدیل به افسانه‌ای تاریک از سرنوشت، جاه طلبی و قربانی شدن بود. اگر جای او بودی از پادشاه اطاعت می‌کردی یا سعی می‌کردی فرار کنی؟